تازه اپریاتم خوش رو گذشت. صد بار شکر بانی صد خواهم جدا هندوستانده. انشالله خدا نیکش بیاره. سلامتی خوبه اینجوری کمی نصیب باشه. خدا شکر. ولی تو سم اپریات کردند. در روز ممکن نبوده عملیات شدن را گشتن یگانچی. و فکرم روزای شنبه داد شنبه می اومدگی. اید شنبه نه شنبه دیگری. دیموده. و از سر چی گرفتن؟ چی افتن؟ کیسته کلام بوده در بخی گوشو سرده چسبیدگی همون اپیلپسی گفتم که کسال میگیرم حسابی همون بوده همون گردش خونه من میکده هم را گرفتم. معروف کشور فیضی گل یوسف‌آوا روز 29 نوامبر سال 2024 در سن 50 سالگی از دنیا درگذشت. در این باره در شبکه‌های اجتماعی همکسبان و دوستان و مخلصان خبر داده به اهل و پیوندان مرحوم همدردی بیان نمودند. گروه اخبار برای افکار در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است که نزدیکان مرحوم خبر دادند که او یک ماه آخر از بیماری دل اذیت میکشید و در هندوستان هنگام جراحی جان به حق سپرده است. چند پیش در عرفه زادروزش اظهار داشته بود که میخواهد شب ایجادی خود را تشکیل کند. او از زمره هنرمندانی بود که ترغیبگر لباس و فرهنگ ملی تاجیکی بوده بیشتر ترانه‌های فولکلوری می‌سرایید. مخلصان او را بیشتر با ترانه‌های عاشقانه غم‌انگیز می‌شناختند، ولی در ایجادیات او ترانه‌ها در وصف وطن اینچنین سرودهای شوخ و رقصی نیز خیلی زیادند. اکثر مخلصان او را با ترانه دهقان بچه می‌شناسند. او از جمله هنرمندانی بود که در محفل‌ها بیشتر اجرایش زنده داشت و ترانه‌های پرمضمون می‌سرایید. یادآور می‌شویم که فیضی گل یوسف‌آوا 31 می سال 1974 در ناحیه اورجانکیزآباد حاضر شهر وحدت به دنیا آمده است. شاعره و ترانه‌نویس شاعره بانو رحیم جان در صفحه فیسبوک خود چنین نگاشته است: آخرین عکس و آخرین صحبت جگر سوختم کرد فیضی گل. خیالم این همه را خواب میبینم. دین شب گفت کجای بر دیگر نمیروم. همه سخنهای آخرش خیرباد بود. مرگش را حس کرد، مثل که آدمها را حس میکرد و میشناخت. با این همه خاطره ها به تو زیستن سخت است دختر آچه. جایگاهت بهشت است صغیره پرور. دست به خیر من فیضی گل جان. همزمان سرمحرر هفته‌نامه SSR سیاف مزراب، روزنامه‌نگاران رجب میرزا، رستم عظیمی، هنرمندان سفرگل یوسف‌آوا، افضلشاه شادیوف، حیاتای مومین‌آوا، ضیاءالدین نورزاد، آرزوگل خوجم‌آوا، علیشیر قناعت‌زاده، گلدانه علیارزاده، مدینه سعیدزاده و ده‌ها همکسبان، شاعران، روزنامه‌نگاران، فعالان و صدها مخلص به پیوندان مرحوم اظهار همدردی نموده در حقش دعای خیر کردند.